شروع شد. خب هر وقت گفتین صحبت کنم. انتخاب من برای خودم عاطفت و برای دیگرانم همین توصیه میکنم. من برای دندونام تشریف بردم پیش آقای دکتر عاطفت. پیش چند تا دکتر رفتم، مشاوره کردم، بعد اومدم پیش ایشون بخاطر که از همون اول ایشونو در نظر داشتم. خیلی آنست و صادقانه با من صحبت کرد، ادوایساش خوب بود. منم دیگه دندونام در اختیارشون گذاشتم. البته من از انگلیس هستم، از اونجا زدم که یه دکتر خوب از ایران به من معرفی کنن. دکتر عاطفت اومد برام، کاراشو دیدم. بعد تمام شدن واقعا خیلی راضی بودم. نچرال بود، اون رنگی که دوست داشتم و نشون هر کسی که دادم اصلا باور نکرد این یک دندونی بوده که من تغییر دادم و خیلی راضی هستم از کارشون. گفتم عشق آهای ماه پیشانو